ای نبی جان ما، نور ایمان ما، شمع بزم رسول، ماه تابان ما. ای نبی جان ما، نور ایمان ما، شمع بزم رسول، ماه تابان ما. مونسی امتی، چشمه عزتی، در تمام جهان باعث رحمتی. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالت های می شود و گاهی می شود که شاید ما متوجه نمیشیم و اهمیت نمیتیم، خاصتا در طهارت کردن. در این باره حدیثی شریف اومدگی هست که هر نفری که در طهارت کردنش اگر پسهای بگیم که پشتهای پاچه هاش قاق میماند، آتش دوزخ باید گفتگی از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم. الان تأکید کردن برای همین انشاءالله کمی صحبت میکنیم و هر جایی که نفهمه باشد میتونید که بپرسید انشاءالله. در اینجا حدیثی که الان پیشکش میکنیم این روایت مسلم هست و حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکند که رجعنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم من مکه الى مدینه. رجوع وقت برگشتیم با همراه رسول خدا صلی الله علیه و مکه به سوی مدینه. حتی اذا كنا بماء بالطريق، میگه نزد یک آب درم راه دیدیم. تعجل قوم عند العصر، و تیزی کردن مردم نزد عصر. دن یکی عصر شاید که وقتش گذشتگی بود، صحابه کرام تیزی کردن که پیشکی بران طهارت کنن، نمازشون بخونن. فتوضؤوا وهم عجالون، پس طهارت کردن و هم در حالتی که سراسیمگی کردن، سراسیمه بدن. فانتهینا الیهم، و صحابه کرام گفته است حضرت عبدالله ابن عمر کی و پیش همون اومده، پیش همون قوم چی رسیدیم، یعنی کی فاعقابهم تلوح لم یمسها الماء. و اعقاب گفته پسای پاچه های همون ها می شود، پای های همون ها پساشون تلوح گفته سفیدی میکرد یا که ظاهر بود که لم یمسها النار، لم یمسها الماء، یعنی که رسیدگی نبود همون رو چی آب، یعنی که از همون ظاهر بودن پسای پاچه‌اش معلوم بود که در اونجا آب رسیدگی نیست است. یعنی که چی در همون پسای پاچه همون ها همون قاقی معلوم است. وقتی همه جای پاچه اگر که آب رسیدگی باشد، وقتی که اگر همونجا اگر که رسیدگی نباشد، اگر از دور انسان میبیند. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء، یعنی که ویل گفته عذاب یا که قینی یا که زیقی، یعنی که عذاب بسیار سبب قینی و سبب مشقت میشه برای شما. برای خاطر ویل گفت، ویل یعنی که عذاب بود للعقاب گفته برای صاحب عقیب پاچه هایی که یعنی که تر نشیدستند، من النار از آتش چی دوزخ، یعنی که هلاکت بود برای صاحب پاچه ای که تر نشیدست پس پایهاش از آتش دوزخ. اسبغ الوضوء، چکنید شما اسبغ الوضوء گفته پورا بسازید. اسباغ گفته که بسیار بگیم خوب کنید و که کاملا طهارتتون پورا کنید، گفته از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. یعنی که این چندین صحابه ها روایت کردگی هستند، از جمله حضرت عایشه مادرمون و حضرت ابن عمر و دیگر صحابه های کرام روایت کردگی هستند و از حضرت ابو هریره رضی الله عنه والله اومدگی هست. همه اینها تاکید کردند که در حالت طهارت کردن، سراسیمه شدن و تیزی کردن اونقدر کار خیری نیست. تا جایی که انسان میتوند باید با آرامی و خوب طهارت کند که تا اینکه یگام اعضای اون خشک نماند، خصوصا اعضای فرض که اون شستن روی هست و دست است و مس کشیدن پای ها، سر است و پای ها را شستن است. اینها باید یگام جای اینها چی نباشد بگیم ترک نشود و جاهای شستن که هست یگام جاش خشک نماند که نماز هم درست نمیشد. و این در این وعیده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که هلاکت است برای انسان، در همین تحت همین وعید میدرد. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.